سلام. خب الان میخوایم بریم منطقه امینونو واسه تعریف کنیم. یه منطقه باحال، یه منطقه خیلی قدیم. حالا قبل از که بریم سراغ منطقه امینونو، اول بگم که این ویدیوها رو به سختی میگیریم، خیلی تلاش میکنیم، خیلی زحمت میکشیم واسه ویدیو، به خاطر شما عزیزان، به خاطر که شما ویدیوهای خوب ببینید و با محیط استانبول و ترکیه بیشتر آشنا بشین و بهتر بتونین تصمیم گرفتن واسه اومدن اینجا و بهتر بتونین تو مناطق گشت و گذار کنین و آشنایی بیشتری داشته باشین. اگر دوست دارین که حالا با استانبول بهتر آشنا بشین و ویدیوهای که انشالله خوب باشه واسه تو میگیریم و شما ببینین، ما رو دنبال کنین. انشالله بتونیم ویدیوهای خوبی چیز کنیم و شما ما رو دنبال کنین، تشریف کنین تا ویدیوهای بهتری واسه تون بذاریم. حالا کلا در حالا میریم سراغ منطقه امینونو. منطقه امینونو یکی از مناطق‌های خیلی پرشور و نشاطه، خیلی قدیمیه. اینجا یکی از مناطق قدیمیه که خیلی تمام نمادهای این شهر میتونم بگم تو خودش جا داده و نمادهای دیدنی شد. آبراه بوسفور، کشتی‌های کروز، مسجد جدید استانبول، پر گالاتا، ماهیگیرهای کرانه بوسفور رو توی این منطقه خواهید دید به محض اینکه وارد بشین. محل امینونو جریان زندگی روزمره در این بخش از استانبول تصویری از پر از صدا، هیاهو، رنگ و رونق. برای همراهی با این جشن بیکران زمان منتظر کسی نخواهد ماند و نباید زمان از دست بدیم. هر دقیقه این گشت و گذار در امینونو ارزشمند و بی تکرار شدنی است. تو شلوغی این منطقه در حیای جمعیت حاضر در اونجا رستوران‌ها، کافه‌های دژ و زیبایی‌ها و تمام رستوران سنتی، همه چی داره دیگه واسه گردشگرا. سرو غذای لذیذ و تازه با ماهی صید روزه. خب به ویژه ساندویچ‌های ماهی اونجا خیلی زیاده، طعم به یاد موندنی داره و واقعا جادوییه میتونم بهتون بگم. نوشیدنی قهوه زیاده، ارزم موضوع ادویجات زیاده، آرامش جادویی واقعا داره اونجا میانه این هیاهو و تجربه بی‌ماننده. خب در اسکله امینونو میتونید به تماشای آبراه بوسفور و کشتی‌های راه دریا تو افق راحت دور دستا نگاه کنید، نشسته باشین و نگاه کنید. اینجا خاصه عمیق از قلب و زمانهای دور جریان داره. خب خاصه خوشایند از جنس آرامش جادویی هنگام غروب و سفر به دور دستا بر بال نسیم دریا و گرمای دلچسب رو به خاموشی روز و افسون در حال بیداریش شب شما خواهید دید. برای آشنایی بیشتر با این منطقه حالا ما رو دنبال کنین و ویدیوها رو ببینید، متوجه میشید که چقدر این محله زیباه. امینونو یکی از محله‌ها خوب واقعا قدیمی هست ولی فوق العاده شلوغ و پرشور و حیاس. حالا ویدیو رو ببینین، دیگه بیش از این حرف نمیزنم. ما رو حمایت کنین، ما رو دنبال کنین تا ویدیو خیلی بهتری واسهتون بذاریم. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشین و سلامت. فعلا بچه‌ها.